وصیت 54 وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دخترش فاطمه رضی الله تعالی عنها. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه رضی الله تعالی عنها گفت: بشنو، وصیت تو را می نمایم. هر صبح و شام بگو: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. یعنی ای خدای زنده و ای خدای پاینده، به رحمتت کمک می طلبم، تمام حال من را نیکو بنما و یک میجه زدن به نفسم مرا تکیه